چرخبال خدمات مرزبانی تاجیکستان که برای نجات سیاحان روز پرواز میکرد در کوههای تاجیکستان سقوط کرد. در پی این حادثه ناخوش خلبان کشته شده، 4 نفر دیگر زخمی گردیدند. خبر میدهد ریا نوستی با تکیه به اسوسیاسیون شرکت‌های سیاحی تاجیکستان. بر خبر منبع، چرخبال برای نجات 7 سیاح که از مسکو به تاجیکستان آمده بودند پرواز کرده است. تماس با گردشگران هنگام برآمدن به پیریخ در حدود دره پایمزار ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان قطع شده است. روز 28 ایول در بلندی بیش از 6000 متر یکی از سیاحان زیر ترمه ماند. دیگران از این فاجعه خبر دادند و پس از چند با آنها هم تماس قطع شد. سازمان دهندگان سیاحت از مسکو از اسوسیاسیون شرکت‌های سیاحی کمک خواستند. همینطور صبح 4 اوگوست چرخبال به جستجوی جهانگردان پرواز کرد و ضمن نشست سقوط نمود. با گفته او فعلا نجات دهندگان به جای حادثه رفته و زخمیان کمک میکنند و آنها را به جای امن انتقال میدهند. همزمان جستجوی سیاحان بدرک شده روسیه نیز ادامه دارد.